اساتید پروفسور توماس لکور هست، استاد تاریخ در دانشگاه برکلی کالیفرنیا، مهمون بعدی برنامه ما. آقای لکور، شما کتابی نوشتین درباره تاریخ خودارضایی. از کی خودارضایی در مسیحیت و یهودیت ممنوع اعلام شده و تابو خونده شده؟ Well, there was no taboo of masturbation until about in the early 18th century. تا قبل از قرن 18 خودارضایی تابو به شمار نمی رفته. بحث زیادی درباره اون نبوده. اما به تدریج از قرن 18 به بعد به یه موضوع مهم تبدیل شده و این تفکر شکل گرفت که خودارضایی میتونه موجب بیماری بشه، موجب دیوونگی بشه و عواقب بد دیگه‌ای داشته باشه. در همین زمان همچنین این تفکر شکل گرفت که خودارضایی یک کار غیر اخلاقی محسوب میشه. ولی به ظاهر در تورات آیه‌ای وجود داره که به ممنوعیت خودارضایی اشاره میکنه. No, there isn't really. The Jewish text is about spilling the seed on the ground. نه، فکر نمی کنم. من آیات تورات رو مطالعه کردم. در تورات اومده افکندن نطفه بر روی زمین. من این موضوع رو به دقت بررسی کردم. روحانیون یهودی برداشتای کاملا متفاوتی از این جمله دارن. این آیه درباره شخصیه که حاضر نشده با بیوه برادر خودش ازدواج کنه. بعضی از روحانیون یهود منظور از این آیه رو رابطه جنسی مقعدی میدونن و گروه دیگه معتقدن که معنی این آیه نافرمانی از پدره. اما در حقیقت هیچ کس از این آیه معنی خودارضایی رو برداشت نمیکنه. آقای لکور، اگه مذهب ممنوع کننده خودارضایی نبوده پس چرا تابو شده؟ The basic problem became that they started seeing that masturbation is not evil because God thinks so. مردم نه به این خاطر که فکر می‌کردن خدا خودارضایی رو ممنوع کرده اونو تابو دونستن، بلکه به این خاطر که خودارضایی امری مخفی و سریه که نمیشه اونو به واسطه ابزار معمولی و عمومی کنترلش کرد. به این خاطر که خودارضایی بر تخیل مبتنیه و در تفکر اخلاقی تخیل یک عنصر قوی و مهم به شمار میاد، ولی از اون در خودارضایی به اصطلاح سوء استفاده میشه. پس گفته میشد از اونجا که خودارضایی یک چیز سریه و بر تخیل مبتنیه و نه بر یک چیز واقعی، پس به افراط و اعتیاد تبدیل میشه. مردم مترقی قرن 18 به این دلیل خودارضایی رو خطرناک میدونستن که این کار در حقیقت پاشنه آشیل و نقطه ضعف تمام چیزایی بود که براش ارزش قائل بودن. اونا برای حریم شخصی ارزش قائل بودن، برای قدرت تخیل ارزش قائل بودن و برای جامعه تجاری جدیدی که شکل گرفته بود. اما خودارضایی نکته منفی همه این ارزش‌ها بود. به این ترتیب خودارضایی مشکل دنیای مدرنه. این عمل در جوامعی به یک ناهنجاری تبدیل شد که در حال مدرن شدن بودند. در اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20 خودارضایی در ژاپن به یک ناهنجاری تبدیل شد. در شانگهای و شهرهای بندری چین به یک معضل تبدیل شد. به عبارتی دیگه این ترس از مدرنیسم و دلیل مذهبی نداشته. من فکر میکنم مسیحیت و یهودیت بعداً علاقمند شدن به این موضوع و اونو از پزشکا، فیلسوفا و کلاً دانشمندای قرن 18 و 19 وام گرفتن. You got your left hand, you got your right hand, you got your left hand, you got your right hand. Oh, will the left hand get it now? Oh, while the right hand go to... پروفسور توماس لکور، استاد تاریخ در دانشگاه برکلی کالیفرنیا، مهمون برنامه ما بود. آره، توی یکی از این وبسایت ها خوندم که البته وبسایت های معتبر علمی که نوشته بود که همیشه شما همونجا مطالعه میکنید. بله خیلی خب نوشته بود که خودارضایی یکی از سالمترین راه‌ها برای رسیدن به خوشنودی جنسیه. حتما به این خاطر که نه طرف ایدز میگیره، نه سیفیلیس میگیره، نه هیچ بیماری به اصطلاح مقاربتی توش نیست دیگه. آره دیگه، فقط خودتی دیگه با خودت. فراداست به قول خانم محبی. بله.
بریم حالا سراغ یک کارشناس دیگه، یکم از بعد روانی هم به این مسئله. مهمون بعدی برنامه ما مژگان کاهن هست، روانشناس و پژوهشگر مسائل جنسی که روی مسئله خودارضایی خیلی تحقیق کرده. خانم کاهن در بلژیک با ما هستن، شهر بروکسل. شما توی مطالعاتی که داشتید آیا ضرر و زیانی درباره خود ارضایی دیدید؟ باید بگم که توی تحقیقاتی که در سالهای اخیر شده نه تنها به نتیجه رسیدن که خود ارضایی ضرری نداره، بلکه از خیلی بعدام میتونه مفید باشه. حالا یکی از دلایلی که عنوان میکنن روانشناسا و محققا برای اینکه ضرری نداره اینه که میبینن با وجود اینکه آدم‌ها این قضیه رو انجام میدن هیچ تأثیری روی سلامتیشون نمیذاره. و یه سری تحقیقات دیگه نشون داده که مثلا توی استرالیا یه مرکز تحقیقات اپیدمیولوژی سرطان نشون داده که حتی خود ارضایی توی آقایون میتونه باعث بشه که ریسک ابتلا به سرطان پروستات کاهش پیدا بکنه. برای اینکه این محقق نشون داده که انزال مانع جمع شدن اسپرم در کانالهای پروستات میشه و این مسئله باعث میشه که از سرطان جلوگیری بشه. بعضی اعتقاد دارن که این خود ارضایی باعث میشه که آدم چون ارتباط مستقیم با جنس مخالفش نداره تاثیرات منفی روانی بذاره روی ذهنش در ارتباط آینده احتمالیش با جنس مخالف. اتفاقا درست برعکسه. در حقیقت خود ارضایی خصوصا توی جوونا اینا یه حالت خودآموزی جنسی داره. یه بودش هم مثلا اعتماد به نفسه که خیلی مهمه، اینی که خودش تو تنهایی بتونه این اعتماد به نفس جنسیشو به دست بیاره. این باعث میشه که در ارتباط با جنس مخالف راحتیش از این لحاظ خیلی بیشتر بشه و درست عکس اون چیزیه که عنوان میکنن. خانم کاهن، حالا اینجوری که شما میگی دیگه باید ما همه چی رو وارونش کنیم و بگیم اونایی که خود ارضایی نمیکنن چه آسیبای روحی میبینن. سوال جالبیه، برای اینکه مثلا یه تحقیق که در ارتباط با زنان شده، آره خود ارضایی در زنان خیلی بیشتر تابوتره، ولی خب ما اینجا چون میخوایم یه بحث علمی داشته باشیم من فکر میکنم که بهتره که بودای مختلفش صحبت بکنیم. یه تحقیق شده اونم نشون داده که بسیاری از زنان که دچار سردمزاجی و فقدان ارگاسمن کسایی که همیشه از خود ارضایی امتناع کردن. دقیقاً به خاطر همینه که عدم آشنایی زن با بدنش و عدم توانایی لذت بردن اون از رابطه جنسی میتونن با هم اینا ارتباط مستقیم داشته باشن. به همین خاطره که توی سکس درمانی به زنایی که دچار سردمزاجی و سایر مشکلات جنسی هستن توصیه خود ارضایی میشه. ولی خب تمام اینا خیلی مهمه، اینکه تصویری که از خود ارضایی وجود داره، چون خیلی‌ها میگن که مثلا خود ارضایی باعث اضطراب و افسردگی و اینا میشه. میتونه بشه، ولی در صورتی که تصویری که فرد از خود ارضایی داره تصویر منفی باشه و با احساس ترس و گناه و اینا باشه. یعنی همش اگه با خودش فکر بکنه که وای من دارم به بدنم آسیب میزنم، خب مسلماً این مسئله اضطراب هم درش به وجود میاد. اتفاقا همین چند روز پیش میخونم یک تحقیقی در زمینه نورولوژی نشون داده که خود تجربه لذت جنسی چقدر باعث میشه که توی ارگانیسم و همینطور توی مغز تاثیرات مثبت به وجود بیاد. چون یکی از چیزایی هم که میگن اینه که خب اگه عادت بدیم آدما بهشون بگیم بریم خود ارضایی کنین دیگه هیچ کس اونها رابطه نمیره. نه، اصلا اینطور نیست. اتفاقا خیلی برعکسه، برای اینکه اعتماد به نفس فرد در این ارتباط بالا میره و میتونه خیلی راحت‌تر به طرف جنس مخالف بره. مژگان کاهن بود، روانشناس و کارشناس مسائل جنسی در شهر بروکسل بلژیک. محمد اینا چیه اونجا قایم داری میکنی؟ چیزی نیست. چیه بخواد ببینی؟ شامپو خریدی؟ آره. شامپو. آره شامپوه. خب چیه؟ چه جالب، برای تقویت مو. آره من بده. این همه ایمیل میگیریم، تو ایمیلای مردم رو نمیخونی؟ چرا؟ خب اگه فردا من و تو رو ببینن چه احساسی بهشون دست میده؟ حالا ترس برات داشته نکنه این 2 ذره مویی که داره بریزه. آره دیگه خیلی ترس برام داشته. خب از بس به ما گفتین کچل ببین، ولی من دارم تجدید نظر میکنم توی برنامه اگه که ادامه بدن این کچلی رو آره اتهاماتی که به من میزنن که همشون میگن کچلی و کچلی، من فکر کنم که دیگه نیام توی این برنامه. یه فکری دیگه با یه فکری بکنیم. میگم یه عکس بزرگ از خودمون منتشر کنیم. نه من فکر کنم عکسی هم اگه بگیم فقط از موهامون بعد عکس بگیریم. آره از موهامون عکس میگیریم براتون میفرستیم. آره خیلی خب، پس بریم سراغ تلفن اول. شنونده‌های شنونده‌های عزیزمون که برامون
بهمون ایمیل و تلفن زدن و ما رو متهم کردن به کچلی. میخوای اول از چیزا شروع کنیم، از تلفن‌ها. از تلفن‌ها مهسا از تهران که مصاحبه خواسته با اندی، عقیق از شیراز، آقای قولی گله از اهواز، میلاد حسنیا از اندیمشک، توکتم خانم از مشهد که گفته که یه مصاحبه بکنیم با شهرام شب‌پره و یه برنامه درباره وسواس بسازیم. محمد از شیراز مصاحبه با شادمهر خواسته. رضا حسینی از دلیجان عراق که خواسته با پیشکسوتان موسیقی مصاحبه کنیم. اینا تلفن ها بودن و ایمیل ها. مهسا مصاحبه خواسته با سپیده، البته یه مهسا دیگه. نه یه مهسا دیگه است. علی حمیدی مصاحبه با داریوش. مهرداد شداد و رفقاش آرمین، مژگان، آرش و نسیم از کرمانشاه. آریل لورا که خواسته درباره فضای امنیتی اینترنت و ناامنی اینترنت برنامه داشته باشیم. یه برنامه داشتیم، حتما باز هم به این موضوع خواهیم پرداخت. هادی از مشهد خواسته گفتگو کنیم با همیرا. علی از مشهد درباره تغییر جنسیت برنامه خواسته. نسرین یه انتقاد کرده از ما که چرا با خواننده ها همش مصاحبه می‌کنیم و گفته یه برنامه هم در مورد رژیم غذایی درست کنیم. آره نسرین خانم، فکر کنم که این دفعه آرزوت برآورده شد و ما دیگه در مورد خواننده‌ها صحبتی نکردیم. ایمیل دیگه‌ای که دریافت کردیم از رضا است از قزوین. علی گفته آهنگ آسمون رو برام ایمیل کنید. محسن که بر شایعه کچلی ما داره دامن میزنه. شاهین از کرجم ناراحت شده از دست من و تو که چرا ایمیل اون هفتهشو نگفتیم که SMS. آره یادته که در مورد SMS های ایمیل زدیم. آره. آها شاهین خان، بله ما می‌خواستیم اینو مشورت کنیم در مورد راه حلی که پیدا کرده بودی برای ارسال SMS به صورت ناشناس. متأسفانه کارشناسا میگن که نه این درست نیست، به خاطر اینکه مخابرات هست که کنترل داره روی اون SMS و میدونه از کجا. شما از مخاطبت میتونی مخفی کنی خودتو، ولی نه از شرکت مخابرات. رضوان الله وردی گفته که آهنگایی که براتون فرستادم رسیده، من که چیزی ندیدم. مجید فرزاد از شمال مشکل داشته برای ارسال ایمیل به آدرس جوانان. اگه مشکلی بود میتونید به info@radiofarda.com هم ایمیل بزنید. ایمان و سعید از کلاچای گفتن حداقل سنتون رو بگید، یه ذره اطلاعات در مورد خودمون بدید. من چند سالمه؟ تو یادته؟ فکر کنم تو نزدیکای 50 بهت میخوره. جمع کن کاسه گندتو. من 34 سالمه و تو هم که 18 سالت. نه خیلی بنده 15 سال. نه 29 سالمه. خیلی. آره یه نفرم ایمیل زده گفته که اسمش محمد رضا کاظمیه. حتما خودم هم دیگه. خودت تهدیدم کرده که اگه چیز کنه اسمشو عوض میکنه. شاکریم آقا، نه این کارو نکن. محمد رضا کاظمی اسم خیلی خوبی هم هست. و مهسا خانم از استراسبورگ. سیروس از شمال. سهیل از فومن که گفته عکستون رو بسندین. بله اینم فارسی انگلیسیه. و پریز خانم یا آقا نمیدونیم از تهران، خیلی ممنون از تماساتون. همچنین یادمون نره هومن از استرالیا هم ایمیل زده بود. حتما با ما تماس بگیرید، خیلی خیلی خوشحال میشیم و واقعا برامون ارزش داره این همه پیام هایی که دریافت میکنیم از شما. ما انرژی میدین. آدرس ایمیل ما هست javanan@radiofarda.com و 2042 0221 12 41 14 شماره پیامگیر نگاه تازه است. خب برنامه این هفته رو فکر میکنیم که با خواننده‌ای به پایان ببریم که چند بار آریل لورا به ما گفته بود که با این خواننده مصاحبه کنیم. با ترانه‌ای از حنا جهانفروز، خواننده یهودی ایرانی تبار که ترانه‌ای داره با شعری از خیام. برخیز و بیا به تو برای دل ما، حل کن به جمال خویشتن مشکل ما. یک کوزه شراب بیار تا نوش کنیم، زن پیش که کوزه ها کنن از گل